همه ایران اسلامی سرشار از محبت، عاطفه، احساس عمیق، غیرت دینی، تعصب الهی برای حمایت از کودکان شریفترین مردمان روی زمین، فلسطین عزیز است. آنچه در طوفان الاقصی به عنوان استثنایی ترین عملیات غافلگیر کننده تاریخ نبردهای بشری اتفاق افتاد، انعکاس و بازتابی بود از جنایت‌ها و ظلم‌های 100 ساله اخیر دولت‌های بریتانیا، فرانسه، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ملتی که 75 سال است او را از سرزمین خود بیرون راندند، آنها را آواره کردند و عزت و آرامش و امنیت و پیشرفت را از آنان گرفتند. طوفان اقصی نشان داد نه کمک‌های خارجی و دولت‌های خارجی همانند آمریکا می توانند اسرائیل را از خطر فروپاشی نجات دهند، زیرا قبل از اینکه آمریکایی‌ها برسند مسلمانان و فلسطینیان می توانند تومار این رژیم را در هم بپیچند. معمولاً آمریکا وقتی به داد صهیونیست‌ها میرسد که زمان دیر است. حتی این بار هم این ماجرا به همین شکل انجام شد. نه اعتماد به ارتش صهیونیستی که از خود یک ارتش افسانه‌ای ساخته بود، آن هم دیگر نمیتواند مانع از اجرای عملیات‌های سنگین براندازانه علیه رژیم صهیونیستی باشد. بنا آن دستگاه اطلاعاتی مخوف و پیچیده‌ای که صهیونیست‌ها با تکیه بر آن شبها آرام می‌خوابیدند و نه امنیت داخلی این رژیم. طوفان الاقصی نشان داد فاصله جغرافیایی بین فروپاشی رژیم تا شرایط عادی فقط 80 کیلومتر است و فاصله زمانی از آغاز یک عملیات بزرگ نظیر بیت المقدس ما در دفاع مقدس فقط 48 ساعت است. از شمال فقط 120 کیلومتر، از جنوب 80 کیلومتر و از شرق چیزی کمتر از 60 کیلومتر فاصله جغرافیایی است تا یک حرکت اقصی مانند یک طوفان دیگر این رژیم را در هم بشکند و آن را فلسطین در مسیر یک جنگ فرسایشی قرار دارد و به تدریج غلبه خود را به دست خواهد آورد. این سرنوشت حتمی فلسطینی هاست. حماس و جهاد نابود شدنی نیستند، آنها جزء مهمی از آرمان فلسطینند. فلسطین امروز صرفاً یک سرزمین نیست، یک ملت وسعت یافته در درون قلب تمام جهانیان است. نه فلسطین نابود شدنی است، نه جوانان مجاهد آن. آنچه که به زباله‌دان تاریخ خواهد رفت و در درون غزه به عنوان یک باتلاق دشمن را در خود فرو خواهد برد، شکست قطعی اسرائیل است. این را من نه بر اساس احساس شخصی خودم میگویم، البته این آرزوی قلبی همه ماست. من هم در درون قلبم همواره به یک پیروزی درخشان میاندیشم، اما برای محبت و احساس عمیق و آرزوی بزرگی که همه ما داریم
یک واقعیت قابل محاسبه وجود دارد. برای آمریکا و اسرائیل هیچ عنصری از پیروزی در نبرد جاری غزه وجود ندارد، در حالی که برای فلسطینیان همه چیز برای یک فتح آشکار، برای یک فتح مبین آماده است.